таваллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷат дар хидмататон ҳастам. Салом. Нахуст муруре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 10 март. ҷанҷоли нафти Русия ва Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон ҳам таъсир кард. қурби рубли русӣ нисбати сомонӣ кам шуд. نباشه پول روسی را هم چه هست همون خیلی کم بگیری کاری تای بعد میمونش علیش میگی دیگه جا دا علیش میگی کاری تای میگه حالی همه خیلی کرده چکار کنیم. برای پیشگیری از коронавирус футболбозони استقلال و خوجند در میدانی بی تماشابین با هم رقابت خواهند کرد. و از بزرگسالترین زنی خطلونی دوم میگیریم که به گفته نزدیکانش 3 عصر عمر دیده و پستی و بلندی ها را پشت سر کرده است. اما شروع میکنم از خبری که همین حالا به دست من رسید. در روی Душанбе-Хуҷанд صدمه سرزده که بر اثر آن روام موقتا قطع شده است. مسئولان شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری مبلغ در این را گفتند که حادثه 10 مارت رخ داد و قربانی نداشت. به قول منبع فعلا نمایندگان شرکت و کمیته حالت‌های فوق‌العاده در پی برطرف کردن پیامدهای صدمه هستند. این یگانه راه زمینی است که مرکز تاجیکستان را با شمال می‌پیوندد و از سال 2009 باز پولکی است. شروع از هفته روان قرب روبل روسی در تاجیکستان نسبت سومانی بیش از 10% پایین رفت. برای مشتریان در بانک‌های تاجیکستان بر عوض 1000 روبل روسی حالا از 129 تا 132 سومانی داده می شود. در حالی که هفته پیش قرب روبل روسی 150 سومانی را تشکیل می کرد. کوهش قرب روبل قبل از همه ضربه به بودجه خانواده‌های مهاجران تاجیک است که با همین اسعار معاش می‌گیرند و به پیوندانشان به وطن می‌فرستند. سروینوزی روح‌الله و تحمین حکیم و از بانک‌های کشور دیدن کردند و با چندی از این عائله‌ها صحبت داشتند. کوهش روبل روسی در 2 روز اخیر خانواده‌های مهاجران کاری در تاجیکستان را نگران کرده است. شاه محمد علیف ساکن پایتخت صبح امروز مبلغ‌های ارسال کرده پسران مهاجرش را با قرب پایین رفته روبل روسی از بانک گرفت. زندگی خانواده او را 2 فرزندی مهاجرش می‌چرخاند. وی گفت پسرانش در شرایط سخت و سنگین کار میکنند و با زحمت پول به دست میارند. یا اصلا کنش مگرم بگیریش کاری همیه نباشه پول روسی را هم چه هست همون خیلی کم بگیری کاری تای بعد میمونش علیش میگی دیگه جا دا علیش میگی کاری تای میگه حالی همه خیلی کرده چکار کنیم. پایان شوی قرب روبل در روز 9 مارت اکثر ساکنان تاجیکستان را هم غافلگیر کرد. اکن دادنم روی میکنه و هیچی 32 پکواره میکنم. نزدیک 90% پول را مهاجران تاجیک با روبل روسیه به تاجیکستان انتقال میدهند. از سال 2016 با دستور مخصوص بانک ملی این مبلغ‌ها را بانک‌ها تنها با پول ملی سامانی میدهند. روسیه در 12 سال اخیر مکان اصلی کار و درآمد 1 میلیون شهروند تاجیکستان شده است. کارشناسان هم به آن تاکید میکنند که تاثیر قطعی مذاکرات سازمان کشورهای صادرکننده نفت با روسیه به وضع مالی خانواده‌ها در تاجیکستان و هم اقتصاد کشور به تاثیر نخواهد بود. نه تنها 30% و بیشتر از اون پایین رفت. اگر 30% این ارزش نفت باشه در کار در سمت مهاجرت ملتی در همکاری این بیشتر تاثیر خودش را رساند. در بانک‌های تاجیکستان این زمان 1000 روبل روسی با مبلغ 129 تا 132 سومانی عوض می شود. هفته گذشته بر عوض این مقدار 145 سومانی داده می شد. مهاجران تاجیک در سال 2019 به کشور بیش از 2.7 میلیارد دلار فرستادند که نسبت به یک سال پیش از آن 6.6% زیاد بوده است. سروینوزی روح‌الله گزارش میداد. در برابر تاجیکستان و دیگر کشورهای پسو شوروی عکس صدای جنگ نفتی عربستان سعودی و روسیه در بازارهای جهانی نیز احساس می شود. شاخص بازار اوراق گرانبهای روسیه تا 16% کاهش یافت. هرچند روبل روسی امروز کمی قرب گم کرده اش را برگرداند، ولی شارحان میگویند اگر وضع تغییر نیابد دورنما چندان خوب نمی شود. اسکندر خوجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. روز 9 مارت قرب روبل روسی به پایین‌ترین میزان 4 سال اخیر برابر شد. بانک‌های روسیه 1 دلار را به تخمیناً 75 روبل و 1 یورو را به تخمیناً 85 روبل می‌فروختند.
این حادثه بعد از آن به وقوع پیوست که مذاکرات روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد کاهش استخراج نفت متوقف شد و عربستان سعودی اعلام کرد که نرخ نفت خام صادراتی را پایین میبرد. مقامات روسیه به کاهش قرب روبل واکنش نشان دادند. بانک مرکزی روسیه به مدت 30 روز خرید اسعار خارجی را متوقف نمود تا فشار بالای روبل کمتر شود. کارشناسان روس منتظر اقدام‌های بیشتری حکومت هستند. اگر وضع به تغییر ماند به نرخ یک بریل یا خود یک بشکه نفت از $40 پایین ماند، بازار اوراق گرانبها در حال ناگوار خواهد بود. شاخص بیرژه مسکو تا 2,500 پایین شده، دلار به 75 روبل برابر خواهد بود. روز جمعه 6 مارس قرب $1 به تخمیناً 68.5 روبل و 1 یورو به 77.5 روبل برابر بود. روز جمعه 9 مارس باشد نفت خام 3-1 نرخ خود را از دست داد. روسیه و عربستان سعودی از موافقت 3 ساله نظارت تأمین نفت خام به بازارهای جهانی خارج شده تاکید کردند که استخراج نفت را افزایش می‌دهند. کاهش نرخ نفت فشار بالای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را بیشتر می‌کند. هفته گذشته پوتین اعتراف کرد که کاهش نرخ نفت به درآمد خانواده‌های این کشور تأثیری منفی گذاشته است. در صحبت با خبرنگار ریترز، ساکنان مسکو تصدیق کردند که از وضع فعلی ناراحتند. واقعا نگران هستیم. ما با کارشریکان از اروپا و چین همکاری داریم. داد و گریخت با دلار عملی می شود. من تخمین می کنم که نرخ‌ها تا 15% افزایش می یابند. درست است که نرخ‌ها افزایش می‌یابند. واردات گران می‌شود. ما از خارج داروواری می‌خریم. نرخ حتما بالا می‌رود. امیدوار می‌شویم که وضع دیر دوام نمی‌کند و روبل مقامش را برقرار می‌کند و طبع حکومت وعده داده است از میزان معین بالاتر نخواهد شد. عادتاً به قرب شوی روبل باعث نگرانی‌ها در مسئله سرعت گرفتن تورم می‌شود. سرمایه‌گذاران هم با نظرداشت قرب نااستوار پول ملی روسیه سرمایه‌شان را نه در صاحبکاری بلکه در بازار فورکس استفاده می‌برند. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان آزمون رادیو آزادی با نام لحظه‌های انتخابات به پایان رسید. این سبقت به مناسبت رویداد مهم تاجیکستان انتخابات پارلمانی 1 مارس اعلان شده بود. برای بهترین نوارها ویدیو کامera، پلانشت و اسمارت فون داده می شود. به این آزمون دهان نوار ویدیو رسید که 14 تای آنها نشر شدند. اکنون از شما بینندگان محترم خواهش داریم به صفحه ما در یوتیوب درآیید و این نوارها را بها بدید. 6 نواری که بهای بلندترین بگیرند به مرحله دوم آزمون راه داده می شوند. شما می توانید زیر نوارها لایک بگذارید و یا عقیده خود را در کامنت ها بنویسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امروز در دوشنبه نقشه واکنش به حالت فوق‌العاده مربوط به کرونا در تاجیکستان بررسی شده است. بنا به معلومات مقامات تندرستی از 1 فوریه تا 9 مارس سال جاری 1566 نفر شهروندانی که از کشورهای کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، ایران و افغانستان به تاجیکستان وارد گردیدند به کارانتین فرا گرفته شدند. هرچند تا به حال یگان مورد گرفتاری به ویروس کووید 19 در تاجیکستان ثبت نشده است، مقامات برای جلوگیری از این ویروس از تدابیر مختلف کار می‌گیرند. ضمناً به خاطر جلوگیری از بیماری کرونا ویروس فردا فوتبال 2 دسته تاجیکستان در دوشنبه به تماشابین برگزار خواهد شد. ولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید دوستداران فوتبال نباید از این تصمیم ناراحت باشند و میتوانند جریان بازی دسته‌های استقلال و خوجند را طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور تماشا کنند. اما آیا سرمربیان این دسته‌ها خبر به تماشابین برگزار شدن سبقت را چگونه قبول کردند؟ از نرزالایلتی و امردین اولیموف میشنویم. همکاران ما در نشست خبری مربوط به این بازی شرکت داشتند.
بازی دو باشگاه فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و خوجندی خوجند در دایره جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به تماشابین برگزار می شود. در این باره در یک نشست با حضور مسئولین AFC و فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده شد. سرمربیان هر دو باشگاه را این حالت نگران کرده است. متاسفانه محیط بازی به علت بمخلص دایر شدن آن برای ما خوش نیست. زیرا باشگاه ما مخلصانی زیاد دارد و ما از کمک بازیگر 12 محروم شدیم. ولی امیدوارم که آنها بازی ما را طریق پخش مستقیم تماشا خواهند کرد. این فضای فوتبالی نیست. مخصوص در خوجند مخلصان زیاد به بازی ما میآیند. فکر میکنم این برای ما و هم برای رقیب ناخوش است. ولی نمیشود گفت که این عامل کلیدی است. بازی باید خوب گذرد. وزارت تندرستی تاجیکستان با مقصد حفظ سلامتی اهالی توصیه داده است که به علت خطر کوروناویروس چاره‌بینی‌های عمومی در کشور کاهش داده شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم تصمیم گرفت که بازی جام AFC میان دو باشگاه کشور بدون تماشابین دایر کرده شود. بازی دور اولی مرحله گروهی جام AFC 2020 در گروه دی میان دسته‌های استقلال و خوجند 11 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. بجز از دو باشگاه تاجیکستان به گروه دی دسته‌های آلتین اسیر قهرمان ترکمنستان و داردای قهرمان قرغیزستان داخلند. مقامات توجیکستان میگویند فعلا در کشور 108 نفر زندگی دارند که عمرشان از 100 سال بیشتر است. درباره یکی از آنها در گزارش نوبتی معلومات میدهیم که به قول نزدیکانش 126 سال عمر دارد. به ایادت زن بزرگسال خطلونی همکارم آرزوی کریم رفته بود و دعایش را نیز گرفت. نوچگل رستمова به قول نزدیکانش 3 عصر را دیده است. 126 سال دارد. او سال 1894 در دره مختار ناحیه خاورینگی امروز تولد شده است. خیلی خوایرنگ جیمده نمیتونه آخه همین کودک گوریم سالمی سیرش میکنیم خوب میشیم تودش میکنیم خیلی دیگه شکر که همین ویلام کلاکور دارو هم کسا دویم در خدمتی همیان. حالا در یک دهه دوردست ناحیه واسه به سر میبرد. روی بیستر است و به زور حرف میزند. خاطراتش را هم از دست داده است. راستی خیلی از سوچی 10 سال اخیره که دیگه هم بیماری شوخی گاهی بیماریش اور میگیره زیاد میشه که تماما خیلی بویم شکل خیلی بهتره. آنها را از دره مختار خاورینگ مهاجر کرده به فرخار آوردند و بعداً به دهه کوهستانی کریمبردی ناحیه واسه کوچیدند. در خردی از پدر و مادر یتیم مانده است و در خانه تقایش به وی رسیده است. مثلا که روز شب شواند را درو میکنیم روزم میگه درو میکنیم. خیلی عمرشون با سالهای پیش به می نقل میکنن که اذیت مشقت زیاد کشیدیم تا نقل میکنن. با وجود ایده درباره پیرانسالی نوچگل رستمova خویشاوندانش میگویند حجت‌های تصدیق کننده او را ندارند. میگویند که خطکشان ده آنها را برده ولی پس نگردانده است. مقامات این زن را در ولایت همچون زنی بزرگسالترین ثبت کردند و ریاست اگنتی دولتی سقوط اجتماعی هم گفته است که او 126 سال دارد. 300 سومانی نفقه میگیرد و رئیس ولایت هم به ایادتش آمده است. مقامات دیگر هم هر جشن و مراسم به ایادتش آمده و دعا میگرفتند. امیدواریم دعا مستجاب می شود. و یک خبر دیگر هم داریم. افتتاح مسجد نو در شهر دوشنبه که قرار بود روز 12 مارس با حضور امیر قطر برگزار شود به تأخیر افتاده است. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ملی تاجیکستان گفت به دلیل پنجشنبه کوروناویروس سفر امیر قطر به تاجیکستان به تأخیر افتاد. بینندگان عزیز، شما میتوانید تفصیلات این خبر را در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. فراموش نکنید فردا منصوب بر وقت همه شما از اون را در نوید بامدادی منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدارت. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.